دوستان عزیز، این حرف را که من میزنم که ربات ما انسان ها را کنترل میتواند بکند، درست ربات را ما انسان ها درست کرده، اما عمل ما انسان ها کلشان باطل است. چرا میگوید که دنیا میرود؟ دنیا قیامت میشود. قیامت به این معناست که راجوری و دروغگویی و ظلم و کشتار و 100 رقم ظلم و ستم در دنیا وجود دارد. اون وقت دنیا قیامت می شود، غضب الهی می آید، انسان ها را نابود می کند، یا یک کسی پیدا می شود که مردم را در راه حق تشویق می کند، اگر نشد هم از بین می برد. قیامت به این معناست، نه این که خود را بازی بدهیم که اقلیم اینطوری است، اقلیم اینطوری شده، بعد از چند سال اینطوری میشه. اینها ما که فکر میکنیم خود بازی دادن است. حقایق اینطوری نیست. همین انسانیت خودش فکر کنیم همین حرف را میگوید.